ترقی داشتن ورزشکارای ما چقدر ترقی داشتن. یگانه چیزی که ما بسیار زیاد جگرم خون میشه که اگرچه من او بخت نیستم سینمای افغانستان است که سینما قلف است و هیچ وقتی امی به سینما توجه داشته و سینماگران قدر زیاد امی فیلماشون به تلویزیون ها و یا هیچ وقتی نبوده متاسفانه. آرزو داریم که فیلمای افغانی در سینمای افغانستان سایشه و کوالیتی این فیلم ها هم بلند بره بخیر. بله بله خب ابکارا مایک بتینه کدام چیز خیر میگن میشه. نه هدف ما اون نبود خانم ملالای. در مایک فکر نکنم که جالب باشه بر دیگران. ما از اول توهین شروع کردین و ما به شما اجازه نمیدم به سینماگرای افغانستان شما بخواین توهین ما توهین نکردیم خانم ملالای. ما فقط هم قدر گفتم که نه سینما رشد نکرده. نه سینمای افغانستان رشد تا اندازه کرده. که ما مشکلات اقتصادی داریم اما شما نه سینما را میشناسید نه معلومات دارید. سینما را گفتم خانم ملالای. خود سینما رو گفته باشین ما در دنیای سینما هستم. ما کسی هستم که البته فعالیت میکنم زحمت میکشم مثل ما واره صدها افغان هسته و جوانای ما هستن که دوست دارن هنرپیشه شون یا در سینما در آینده کار کنن. اما شما درست نیست. خب بیاین به استیج بیاین بی حرفای تو که میخواین بگین. نه ما نمیخوایم سر استیج بیاین. میخوایم به شما فقط بگوییم که باید شما را از رئیستان هر کسی که از شما را روان کنند در کشورهای دیگه که یک کمک شما یاد بگیرین که چه قسم گرداننده باشین. خانم ملالای این ما معذرت میخوایم اگه میگی باز من میکشمش. خیر ما در مورد شما انتقاد اصلا من نکردم. خیر است ما نمیدونیم دلیل نیست که ما شما انتقاد کنید. به خاطر که اگر راست خودم انتقاد بکنیم بله وقتی که رشته ما سینما می باشه و من فکر کنم تنها سینماگر در اینجا دعوت هستم نمیتونم که هر چتیات که شما بگین من گوش کنم به اینجا. ما چتیاتی نگفتیم مثلا ما در مورد شما خودم نه شما همیشه میگید توهین میکنید به خود اجازه میدین. ما نمیخوایم سر فیزیکتون گپ بزنم که بسیار زیاد گپ ها داره که دیگرها شما رو مسخره میکنن خودتون مسخره اما افکارتون چرا و به عنوان یک کسی که یک تلویزیون خیر است روزی است که به اصطلاح هم میخواین که معتبر مثل طلوع من نمیفهم چطور شما رو استخدام کردن به کدام عنوان. بله نه خب ما باید اینا رو بفهمن یکم یاد بگیرن. اینا از هنرمند گرفته تا سیاستمدار هر کسی که دعوت میشه توهین میکنن و درست نیست که به خاطر اجازه میدن. من فکر کنم هدف از اینا توهین نبوده. خیر است شاید اینا در ملابلای دیالوگ خود چیز درست کرده بودن که میخواستن برای انتقاد برای خنده. شما خیر است ناراحت نشین چون برنامه تفریحی است. باید کمک خیر است. من معذرتون میپذیرم و امیدوار هستم که امروز دیگه کسایی که دیگه دعوت میشن شما این رقم رفتار نکنین. بهترم است که خیر است اما چیزه ما از دیروز هرچی کردم که پاسخ هموطنای ما را بتیم اما ما نتوانستم. اما بر مال خانم ملالای میگن که چی گپ بود که در برنامه اونطور یک حالتی پیش شد و امی که فکر میکنم شاید ابتدایی از دوستا یک قسمتی از برنامه را دیدن به این خاطر دچار سوء تفاهم شدن. بله اولش من میخوایم بگویم که دلیل بودن من امروز در پروگرام شما چی میتونه باشه و این خودش قدرت سینماست. برای من هیام ثابت شد و همچنین برای فکر کنم مردم ما همی که موضوع رو متوجه نشدن که یک شوخی بود این خودش هم سینما نشان دادیم که سینما چی است. چون در افغانستان ما سینما رو خوب درست است که مشکلات داریم که فیلمای آنچنانی نداریم اما قدرت سینما رو هنوز مردم ما نمیفهمن که چی است و در دنیا قدر مهم است که میتونه سینما یک انقلاب کنه و فکر کنم که دیروز امروز برنامه سلام 1399 یک آخر برنامه یک انقلاب شد بین ما و قاسم جان که ما البته نمیخواستیم قصدی نبود فقط که من میمان برنامه بودم و قاسم جان نمیشناختم یعنی هیچ وقت در برنامهش نبودم اونا من به اون صورت نمیشناختن و از من خواهش شد که من یک نقش بازی کنم و قاسم جان آزار بدم چون گفتن اینا کسی هستن که همیشه میمانا را آزار میتن در پروگرام های خود. باز من گفتم پس تا چی حد میتونم به من گفتن شما آزاد هستین
اگر خواستید. حتی من انتظار داشتم که قاسم جان جوابای مرا بده و یک کمک من تحریکشم کردم. خب بسیار خواستم. گپا را میمانیم. ما خانم ملاله قاسم جان ششتیم. حتی در پلان من کمی شریک بودم، باز مرا گوشه کرد. قاسم گفت باش که ایمالم خبر نباشه. گفت باش که مریم نگوی، مریم کلاگه خبر نکنه. جالبی بود که حافظ جان محمدی، آقای سنجر و همکارای دیگه ما هم بودن. اینا اصلا یا از قضیه خبر نبودن. خود خبر بود تو اما تو نگفتی. در اینمی چرا بس چند بار حافظ جان محمدی خیست که معذرت میخوایم. من دیگه پالیم نثار از کت مریم سنازیا سیل میکنم که ببینیم که یا چی حالت دارن و چیزی بود که هیچ کس اصلا خبر نبود. فقط یک شوخی بود. پرودوسر بله یک شوخی بود. این شوخی بسیار خوب بود. من خوشحال هستم گرچه مرا بسیار از افغانای ما نمیشناسن در داخل کشور، از فعالیتایم خبر ندارن چون بیشتر از ما فیلمایم در خارج به نمایش گذاشته شده. اما خوب بود که حداقل گفتم سینما را فهمیدن و حتی در آخر که وقت من در استیج آمدم شاید یکم زودتر می آمدم بهتر بود. من قرار بود که وقتی که در ختم که وقت تمام میشم که شما بودین نمیفهم آخرین نفر من دور بخورم سر استیج، منتها پرودوسر همونجا به من گفتن نه باشین بسیار جالب، چون یک سکوت بود در بین مردم. بله خانم ملاله، با وجودی که برنامه بسیار بخشای دیگری هم داشت، مهمانای ویژه دیگری هم در برنامه بودن، اما این بخشی که شما حضور داشتین بسیار پرحاشیه شد. خب همونطور که گفتین مردم افغانستان شاید با چهره شما و کارهایتان کمتر آشنا هستن، اما آخرین کار و برنامه‌تان می‌خوایم در موردش بگوین که یک نمایشگاه عکس گویا برگزار شده بود، آرزوهای آبی. در این مورد می‌خوایم بیشتر بر ما بگوین. سوال پیشتری بود از شما، ما دیدم که آرزوهای مردم برای سال 1399 چیست. ما همیره سرشکار کرده بودیم 2 ماه پیش که از مردم ما پرسان میکردیم در روی سرک، یعنی یک مستند درست کردیم از طفل خرد از 4 نسل گرفته بودیم در اون فیلم مستند. میپرسیدیم که آرزوهای آبی شما چی است؟ آرزوهای آبی یعنی یک بهترین آرزوی شما چی میتونه باشه؟ و سوال و جواب بیشتر صلح بود. امی جالب بود که از طفل خرد گرفته تا مسن سال، یعنی که تا اونایی که پیر بودن و در روی سرک تا یک معتاد ما دیدیم وام صلح میخواست، همگی صلح میخواین. آرزوی ما امروز شده صلح. در دنیا آرزو همی شده که مردم کمتر یعنی مصاب به این مریض ویروس کرونا نشن، اما در افغانستان هنوز ما به صلح فکر میکنیم تا به این ویروس. و نظریات دوستان هم که ما خواندیم همیشان صلح میطلبیدن. بله. یک چیز جالب بسی که دیروز من بیشتر نظریات هموطنای ما را خواندم، هموطنای ما را، و حتی مو شب که برنامه نشر شد بسیار تماس گرفتن بر من که چرا این خانمی کار کرد. آیا برای خودت هم تماس گرفتن؟ بله، من متاسفانه تلویزیون سیل نمی کنم چون یکی وقتش ندارم، کمتر میبینم و بر من دیدم که تلفنایم زنگ میامد پشت سرم امور وقت که در تلویزیون مرا میدیدن بعضیا و دوستای نزدیک اونایی که مرا میشناسن، چون شما یک پروموشن هم انداخته بودین قبل از اینکه برنامه شد، مرا نشان میدادن که اعتراض میکنم و به من میگفتن خودت هستی واقعا این پروگرام جدیست یا نه؟ گفتم چی میگن جدیست یا نه؟ خب پرسان که در مورد چی امیال تلویزیون میبینیم؟ گفتم تا آخرش ببینین، صبر کنین ببینین که جدیست. و بعضی‌ها میگفتم شما چی میگین؟ باور میکنین من باشم؟ دوستای نزدیک من که مرا میشناسن تا اندازه میفهمن که من در کل هیچ وقت رقم عکس العمل نمیکنم در مقابل هیچ کس، چون یک اگر در واقعیت باشه یک بی‌احترامی بسیار بزرگ است و آدم میتونه صدمه برسانه از لحاظ روحی برای کسی که آفرین قاسم جان که حوصله کردن و هیچ چیز نه و بسیار احترام گذاشت به من و نه کرکتر من تو نیست و هم نخواهم بود. اینا میخواستن که ادامه بتنه تا یک زمان مریم جان خودم هم تصور کردم که اینمی جدی نباشه. وقتی خانم ملاله خیستن کرکت کردن که دیدم خونسرد هستن، گفتم نه اونمو گپی است که مرا از خود دور ساخته بود. قاسم و خانم ملاله دور ساخته بودن و این کار کردن. 25 ثانیه فرصت داریم. در مورد آرزوهای آبی اگر چیزی باقی مونده میخوایم بگوین بر ما. آرزوهای آبی یک نمایشگاه عکس بود، 22 عکس همراه فیلم مستند، یک طرح جدید است به نام فوتو فیلم، یعنی که هم شما عکس دارین، همیشه ما نمایشگاه عکس داریم اما عکس